پس قسم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید، این سخن پیامبری گرامی است و سخن هیچ شاعری نیست. چه اندک است ایمانتان، و نیز سخن هیچ کاهنی نیست. چه اندک است پند پذیریتان. قرآن نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. اگر پیامبر بعضی از سخنان را به دروغ به ما نسبت میداد، او را با قدرت میگرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره میکردیم. احدی از شما نمیتوانست مانع شود. قرآن برای کسانی که حرمت خداوند را نگاه می‌دارند پند است. ما به خوبی می‌دانیم کسانی از شما قرآن را تکذیب می‌کنند. قرآن مایه حسرت اهل کفر است. قرآن حق و